فبأی آلاء ربکما تکذبان، کدام این نعمت های ما را شما تکذیب میکنید؟ یکی از اون نعمت ها قلب است، یکی از اون نعمت ها سیستم اعصاب هست، یکی از اون نعمت ها چشم است. نعمت های فراوانی که در بدن انسان وجود داره و پروردگار متعال او را سالم خلق کرده و سالم تحویل بندگان خود داده و او ارگان هایی که به این دقت، به این ظرافت، به این زیبایی کار میکنند. وقتی که ما از این قسم نعماتی که بهره مند هستیم، اول خوب است که لئن شکرتم لازیدنکم باشه، یعنی که ما شکر نعمت را بکنیم و با شکر نعمت افزون شود. پس بنابراین اول شکر و بعد از او استفاده درست از این ارگان ها. پس یکی از راه‌های استفاده درست از این ارگان هایی است که ما متوجه از این ارگان ها باشیم قبل از اینکه آسیب ببینه. امانتی است که خداوند، ودیعه است که خداوند به بندگان خود عطا کرده و از این ودیعه باید درست استفاده شود. بعد از این امانت درست استفاده شود.